نامه نداری؟ زن و بچه چی؟ زلزله مردن. با شب موندن که مشکلی نداری. اسم چی بود؟ شکیب. سیدی شاوز لباساتونو در بیارین. لباساتونو تو پاتو بزن اینجا بیرون، من تو رو میندازم زندان. یعنی اینا همه خرش کردین، حالا این به چشم میاد. میدونی چی به چشم میاد؟ این که رستگار این همه بازیگر رو ول کرده، نقش به این مهمیه داده، به توی که از دور میدون اومدی. اینا به چشم میاد. آقا شکیب یه دقیقه دوست داشتم. آقا شما بی سواد من از گوش میدون آوردی، هرچی میگم دروغه، هرچی بی طرف میگه راسته. چرا؟ منو تهدید نکن، از هیچی نمیترسم، هیچی ندارم که بترسم.